زهران ممدانی روزی راننده تاکسی بود، چگونه به چنین موفقیت رسید. زهران از اون آدماییه که میگه سیاست فقط کار آدمای بالا نیست. ما مردم معمولی هم باید صدامونو برسونیم. اولش راننده تاکسی بود، بعدش رفت سراغ کار اجتماعی و آخرش با حمایت مردم محلش شد نماینده مجلس ایالتی نیویورک. تو حرفاش همیشه از حق مسکن، حمل و نقل عمومی ارزون و عدالت برای همه میگه. لحنش خشک نیست، انگار یه رفیق خیابونیه که داره باهات درد دل میکنه درباره دنیا، نه یه سیاستمدار پشت میز. به خاطر همین هم کلی جوون و مهاجر و آدمای طبقه کارگر عاشقش شدن، چون حس میکنن بالاخره یکی داره از خودشونه. زهران ممدانی یه نمونه است از این که اگه بخوای و اگه مردم پشتت باشن، حتی از راننده تاکسی بودن هم میتونی بری تا سطح از رهبری. این پشتکار و تلاش است که برای مردم موفقیت، شهرت و حتی ثروت میآفریند.